در جهان امروزی اگر گوییم که به عنوان حجاب یک حکم خداوندی است، به عنوان دست بریدن، به عنوان زنگسار کردن، به عنوان قصاص کردن احکام روشنگر تطبیق کننده عدالت الهی در سرزمین الهی است، 1001 دلیل هوایی میگویند این را تاریک اندیشی میاندیشند. لذا در جامعه که تاریک بوده باشد روشنایی را تاریک و ناآشنا می اندیشد. بسان آن که در زیرزمینی های ظالمان و ستمگران تولد شدند، 40 سال عمرشان در زندان سپری شد، پس از آن بیرون شدند، دیدن آفتاب و خورشید با آنها مایه شگفت زدگی شد که آفتاب چیست. پس امروز روشنایی دین و ما را بندی هایی که در زندان همیشگی هوا و هوس، نفس اماره و زندان ابلیس لعین حبسند، انگامی که حرف از نور خدا را میشنوند او را تاریک میاندیشند. چرا؟ روی چی دلیل؟